درود همدیاران عزیز. امروزها به هر گوشه و محل دیار بی‌نظیرمان نظر افکنید، از تراوت بی تکراری فصل نازنین بهار چشممان پر نور، قلبها شاد و مسرور می گردد. واقعاً این فصل شکوفایی با تراوت و نفاست و نزاکتش در همه جا هویداست. گرد و اطراف لباسی سبز زندگی را به بر کرده است. صدای گنجشکان و عندلیبان گوشنشین است. مشام ما را بوی عطرآمیز بهار چاق می نماید. همه ما شفته چنین زیبایی هاییم. این همه را آفریدگار برای ما آفریده است. ما همه همرنگ و همنوای مادر زمینیم. دوره سازیم و ره پیما، منو دریا منو دریا، دو همراهیم و دو تنها، منو دریا منو دریا. زی یک سر چشم می آیم، یک سر چشمه کوهی، و پایین ها از آن بالا، منو دریا منو دریا. من از وی شور شیر میگیرم، دو پر شوریم و پر غوغا، منو دریا منو دریا. غزل میخواند و من هم پیغام میسازد و من هم، دو شاعر دو دلی شیدا، منو دریا منو دریا. دو ره سازیم و ره پیما، منو دریا منو دریا، همراهیم و دو تنها، منو دریا منو دریا. نه پروایی سیاست ها، نه پروایی ملامت ها، دو دیوانه دو بی پروا، منو دریا منو دریا. بسد رنج و تاب و تب، سرود زندگی در لب، دوانیم از پی دنیا، منو دریا منو دریا. دو ره سازیم و ره پیما، منو دریا منو دریا، دو همراهیم و دو تنها، منو دریا منو دریا. شما خوب می دانید که در دهی زرکنت ناحی پرکنت ولایت تاشکند از قدیم الایام همزبانان ما عمر بسر می برند. تاجکان این کوه پایه
اهل علم و ادبند. اساساً آنها به کشاورزی مشغولند. امروزها در دهه زیاد از 13,000 اهالی برد و باش دارند. 5 مکتب تحصیلات همگانی فعالیت دارد. من این مکتب کوخنه سال 1982 سال کشته شده و در میان 40 سال گذشته و مکتب نو کشته شد. مقصد باشگانه خوانندگان علمدار تربیت‌دار کردن. یعنی دولت خما کادرهای نو زور حاضرانه دور به داشت میداده باشگانه تربیت کرده. حاضر در مکتب ما 384 نفر خواننده ها هست. از همین 40 نفر معلم ها هست. در ماه سپتامبر سال خوانش 2023-2024 البته این برای ما معلمان، خوانندگان، پدر مادران یک خرسندی بخش میکند. مرد شریف صاحبکار نامی قهرمان ازبکستان شادروان تاجبای رضایف برای رشد کشاورزی بهر بهبودی زندگی زرکنتیان سعی باسزای گذاشته است. اکثر صاحبکاران از تجربه کاری او استفاده میبرند. پند و نصیحت‌های او برایشان دستور عمل است. من 20 سال شد. من فرمر خوجالیک رهبر شده کار میکنم. در وقتی این 20 سال من 15 هکتار زمین دارم. زمین به باغدارچیlik رهش کرده انگور، سیب، نوک، گیلاس پرورش کرده. من حاصل به در آوردیم. خدا خواهد این من برآمدگی حاصل های درآمد یعنی کارخانه ها علاوه کرده اون دادیم. در وقتی این 20 سال من حاضر 20 دخترم به دوزاندگری سیخ شده دادم. 1000 تن محصولاتی منم دهقانی بعد زمستان سخلش کردن. خلدینlik ساختم. خونه برپا کردم. باز من محترم پرزیدنت ما تومانی مایه توریسم یونلیشش به در آورده داد. من توریست خو آمد است. با وای توریست خو مهمانخانه برپا کردم. مهمانخانم حاضر 20 مهمان به جا تیار کردم. 20 اورن تیار. خدا خواهد من مهمان ها بیاد به ملال همه شرایطش کرده دادیم. خدا خواهد به ملال دمشه بگیرد توریست ها. حاضر 1 هکتار گیلاس زار دارم. 2 هکتار سبزار دارم. 1 هکتار نوکزار، آلوخورزار، 8 هکتار انگورزار دارم. عمومی باغم 15 هکتار. اوکی این کار ما هم پیش بابا خام پدر خام این دهقانی کرده اوندگی هم عقب هم خونده گشته. من دهقانی ما مکمل یاد گرفتگی. خدا خواهد من حاضر مکمل من هم باغ خودم حرکت میکنم. ادرنه 1 مینوت وقت خالی ندارم. هر دایم من هم درن باغنده من هر روز من هم در اخوک صحبت کرده سعی که کمش های سیب معماش هم به من هر دایم تیار میستم. مقصد خدای همین باغ دیدن که بسیار کس خواست کند این باغ درآمد ما من دیده استادید گیلاس ها پخته است. خدا خواهد من به نزد دسترخوان شهر میبریم اکسپورت کردیم چه دولت ها محصولات خونه این اومده که درآمد یعنی جای کار تشکیل کنیم. حال مقصد که هم جای کار بسیار کردن. واقعاً ساکنان دهی زرکند زبان زمین را می‌دانند. زادگاهشان را با مهر و محبت و صمیمیت دوست می‌دارند. در این محل یگان قطعه خالی را نمی‌بینید. از زمین زرخیز با مورید استفاده می‌برند. مهنت آدم را به شرف می‌نماید. دسترخوان پر از ناز و نعمت. رزق روزی انسان با برکه می شود. عائله های نمونوی در این مسکن خیلی زیادند. همه شکرانه نعمت و عمری پرنشاط می کنند. من
1962 سال ایرا مکتب بودکردنگی منم باغ پدر راهشبر رفته باغ کردیم همجده کار کردیم. من 1988 سال سردار بریگاده شدیم. همجده من ازبکستان قهرمانش تاجایات رضای پالشنده کار کرده. هم آدم ها بسیار مساحت ها گرفته شاگرد ها بردیم باغ راه کردیم. من هم باغ ویش دوامش من خانه ها پشتم توی خو کردم. من 7 فرزند خو باشد همش جا با جا کردیم خواندیم عالی معلومات ارث معلومات همش هنر کسبش هست. خدا خودش زمینش ای من مستقل شرافتش که همش زمین دار شد زمین ساخت باش شد. من اینجا درخت من حاضر مفتی که گیلاس های انجیر های انار های من سیب نوک مثلا همش انگور تویپه کشمیش رزمت آتا من نور سرطقه همش های خونه بنده. زن و مرد در عائله داری مسئولیت خود را باید اجرا کرد. با مصلحت روزگار را پیش بردن برکه نعمت و زندگی است. خاله جان میگن که زن و شوهر عراوه روزگار را با هم باید کشد. اکم که در همین خواجگی ها سردار بریگاد شده کار کردن شما به نظرم آشپزی کرده که وقتا یاردم دادن چه بود هم وقتا؟ اول وقت خونده من همه نرسه بدید هم مخلنده کار کنید هم مخلنده هم مخوردید دستتون جمعت پتون جمعت دهانتون هم مجمعت حاضرم همین من کار کنید کم بغل نمیشدیش که اواقع کار میخنت کنید همه خمیم روزار خمیم بود خانه جا خمیم بود توی میکنم تماشا میکنم میخوانم بشکنم نیوراقی میخوانم اواقع من هم میخنت همه نرسه میشد میخنت نکنید سو کم بغل آنجا شتنگرد کار نبارنی من هیچ که مخویت نون آمردنم تید از برای خودتون کنید دست خمیم مجموعت اوقات میکنم آبتنده 80 تا آدم میشد 80 تا آدم آب تامین میکنم هم مخلنده من خاطر من این مخلنده اکل پیرمیر شدن یاره اول سونیم شرکت شد شرکت اندم چقدر آدم خود که قد معامله کردم رحمت تو جای بودم حقیقتنده مول کار یاد داد مخواه چقدر میخمان خواه من هم دل شیپانگنده چقدر ندیده آدم خود من نماد همه نشان داد همه که تنش شدم همه دیدم من همین ایره همین دلنده میشینم امروز حاضر میبه مجبور موندم خواننده خود خودم همین روزهای هم شما رفته دلنده کار میکنید چکار میکنید خاله جان؟ هیچ کار میکنم مرو میچینم اوقات میکنم این میبیاد وای میبیاد بیتان شنتان چاخرتان ناخرتان در کارش به علیه اوقاتم علیه درجه چاخرتان و اوت در باشد شاش کدیگو به مالا اون دیگه میخمانم کش میکنم من حتی کده ترچلی کده من حق سال عمر مراسه کردم لیکن یاد رو مسر گنده گپم نزدم چهار کم پر هر دقیقه من حق سال بس خیاط کچرمش که اون دادیم حاضر نبیره و عبیره های سایی بشه شما های هایم چی گفته تعلیم میتید تربیه میکنید واقعی اواقع خودم را روتون من هم بود کردم من چتیم باشم دختران بیم خیاطنده خیلی بوینت در کار اکو یکو در کار هم خود سب باشد خدا خود چتین کرده خیاط کچرمش کرده باشم شروع هم هم تکنتون یادر گنده گم نزن نه چسب گپ نست کرده خیاط کچرمش کنه هنگه نرسه میشد من اواقع میخند همین مهنت کرده زندگی نقص میشد اواقع میخند ده اواقع میخند چشمه زرکند که آب شفابخش میباشد برای مردم جهه منبع حیات است. زیارتگاه سید جعفر غازی بابا را اکثر خوب می‌دانند. از ولایت‌های دوردست مهمانان می‌آیند و از تماشای منظری زیبا و مهمان نوازی زرکنتیان طبعشان بالیده می‌گردد. این زیارتگاه اینجا پیغمبر خدا اولادش حسین سید جعفر
ustiga odama avliyoya qabrash injanda. Inkas aslash az Suriya Malatya kutuq shahrash. Ham inkasa padarash ham Malatya yak masjidda imom budiga. Baz murdani padarash inkas aunja bironda raftiga. Aunja bironda rafta ham hozirgi Turkiya peshtar Vizantiya budiga. Ham jahonda musulmongarchiligi va da'vatga anjanda jang san'atashi yodgirda. Hamja guzashta onda Kaspiyada Azerbayjon ho ham jahonda musulmongarchiligi va da'vatga Kaspiy vay guzashta ondaga. Kaspiyga vay paytanda Kaspiy daryoshga dengizashga vay yakta budiga. Orol. Ham Orolga guzashta onda Xorazm, Buxoro, Samarqand, Sirdaryo inkas ham musulmongarchilik va da'vatkada onda mana anjanda qazo shudiga vafot yopdagi josh. Mana inkasa qabrash anjanda. Tamomiy ko'shay O'zbekiston, Buxoro, Samarqand, Xorazm, Qoraqalpog'iston ham odamlar ziyorat bo'ldi. Chunki mana men oba injanda mana chashma 80 litr nazik obasha yakta chashmanda. Ham 80 litr ob mana shifo baxsh ob. Mana tabiatda deydi istoyton mana toshkan ondagi odamlar boshqacha ondagi odamlar injanga havoga girta anja bir tane mitonat. Xudo taolo mana deydi istoydi havo har jonda ne. زیارتگاه سال 2000 از نو برقرار کرده شد. کارهای ساختمان و بنیادکاری زود عملی گشت. نهالهای گوناگون شنانده شد. برای استراحت و فراغت مردم انشاءاتهای ضروری ساخته به اختیار آنها داده شده است. امروزها اپی سیده و چند همکارانشان در آزاده و پاکیزه نگاه داشتن زیارتگاه سهمی مناسب می‌گذارند. کس از تماشایش ذوق می‌گیرد. من قریب 30 سال باز کار میکنم در اینجا. من زیارتچی‌ها هر ریسپوبلیکا خو میبیاد هوای ما تازه نغز دم گرفته شفا بخش چشم خو مخای آب خو مخای آب خویا خورده نیت خوشونه کده من اینجا خونده دم گرفته نغز کیفیت کم برود مخو برای این خرسند میشم مخو باز وای خو نغز خدمت کردم به حرکت میکنم گل خویا خورده من دیدوچتون آباد کماندیم حاضر یعنی بسیار آدم خو زیارت میبیاد در خما همیشه کشاده همه تش میکنم من اینجا میخمان شود زیارت کند بخرمن شود امنم خواهی تازه صحتگاه خانه ایجاد اتفاق نویسندگان ازبکستان که در کوهپایه جایگیر است و دهه زرکند زیبنده است. بیننده نکته سنج این بود حکایه ما آید زندگی نامی مردمی با آرو شرفمند زرکند زرخس. پیش خدا زاره کنم ای درد جدایی را چیسان چاره کنم شب تا به سحر پیش خدا زاره کنم ای درد جدایی را چیسان چاره کنم پزمان تو من اگر نه آیی ببرو یارای پیت خدر نه آواره کنم پزمان تو من اگر نه آیی ببرو یارای پیت خدر نه آواره ما دخترکی نغمگری فرخاری طاقت نکنم به دوری ها بخاری در لبکی ره
قدت بلند یار دل پسند یک بار دلم گشته در عشقت بند قدت بلند یار دل پسند یک بار دلم گشته در عشقت بند یک بار دلم گشته در عشقت بند